سلام فرمانده ها. تو این ویدیو میخوایم افسر ترین تاکتیشین رو بررسی کنیم. یک افسر مخصوص نیروهای توپخانه که تمرکزش روی افزایش آسیب، نفوذ زره، کاهش زمان بارگذاری و بالا بردن مقاومت نیروهاست. اولین مهارت این افسر Favorable Ground هست. این مهارت از نوع تاکتیکیه و زمان آماده سازی اون 8 ثانیه است. وقتی فعال میشه به دشمن اسکیل دمیج وارد میکنه و ضریب آسیب پایش 850 هست. نکته مهم این مهارت اینه که هرچی زره دشمن ضخیم‌تر باشه، آسیب بیشتری دریافت میکنه. یعنی به ازای هر 100 میلیمتر زره دشمن، ضریب آسیب 120 واحد افزایش پیدا میکنه. با ارتقا دادن ضریب آسیب از 850 به 1000، 1200، 1500 و نهایتاً 2000 میرسه. مهارت دوم آرتیلری ادوایزر هست. این مهارت پسیو و در دسته آفنس قرار میگیره. اثر اصلیش اینه که حمله عادی نیروهای تحت فرمان رو در سطح اول 10% افزایش میده. علاوه بر این آسیب نفوذ زره یا آرمور پیرسینگ دمیج رو هم 20% بیشتر میکنه. با ارتقا افزایش حمله عادی از 10% به 14، 18، 24 و نهایتاً 30% میرسه و افزایش نفوذ زره از 20% به 25، 30، 40 و در نهایت 50% میرسه. این مهارت از لول 10 افسر باز میشه. مهارت سوم ترین انالیسیس هست. این مهارت هم پسیو و از نوع پروتکشن حساب میشه. اثر این مهارت افزایش مقاومت آسیب نیروهای توپخانه تحت فرمان در سطح اول 6% هست و همچنین مقاومت در برابر بمب افکن‌ها رو هم 6% بیشتر میکنه. با ارتقا هر دو بخش از 6 به 9، 12، 15 و نهایتاً 20% میرسن. این مهارت از لول 20 افسر فعال میشه. مهارت چهارم فیلد ابزرویشن هست. این مهارت پسیو و از نوع اسپشیاله. اثر اولش کاهش زمان بارگذاری نیروهای تحت فرمان و اثر دوم افزایش شدت آسیب DMG اینتنسیتی هست. کاهش زمان بارگذاری از 4 به 5، 6، 7 و 10% میرسه و افزایش شدت آسیب هم از 5 به 7، 9، 12 و 15%. این مهارت از لول 30 افسر باز میشه. مهارت ویژه Whispers of the Wind هست. این مهارت وقتی باز میشه که تمام مهارت‌های قبلی به حد اکثر سطح رسیده باشن. اثر این مهارت اینه که وقتی نیروهای توپخانه حمله میکنن 30% شانس دارن که به هدف اسکیل دمیج وارد کنن. ضریب آسیب این ضربه 800 و هر 4 ثانیه یک بار فعال میشه. جنبندی: ترین تاکتیشین یک افسر قوی برای توپخانه است. با Favorable Ground و Whispers of the Wind آسیب مهارتی بالا میره. با آرتیلری ادوایزر قدرت حمله و نفوذ زره افزایش پیدا میکنه. با ترین انالیسیس مقاومت توپخانه بالاتر میره و با فیلد ابزرویشن هم سرعت بارگذاری و شدت آسیب بهتر میشه. این افسر برای نبردهای سنگین و هدفهای زرهی یک انتخاب قدرتمنده.